میخواستم برآمد را از سخنان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان بدخشان دروازه طلایی تاجیکستان خواهد بود آغاز نمایم. چون که رشد ساحه اقتصادیات و حفظ اجتماعی اهالی بدخشان همیشه در مرکز دقت پیشوای ملت و حکومت مملکت قرار داشت و در نتیجه چاره‌های اندیشیده شده در دوام سالهای آخر در همه جبهه‌های حیات ولایت دیگرگونی‌های کلی به نظر می‌رسند. امروز برای هر یک ساکن ولایت بخصوص جوانان شرایط مساعد برای تحصیل و از خود کردن علم و دانش زمانوی و برای ما شمایان، راهبران، خدمتچیان دولتی، فعالان زیایان و کلانسالان تمام شرایط برای تربیت نسل دانشمند و آینده ساز مهیا شده است. متاسفانه وضعیت ناگوار طی ماه‌های اخیر به عمل آمده تشویش‌آور است. باعث تأسف است که جوانان بدخشان به هر گونه گروه‌های متشکل جنایتی حسن توجه کرده در خلالدار کردن وضع ولایت سهم گرفته ایستادند و این باعث شده است که کارمندان حفظ حقوق در اجرای وظیفه خود یعنی تأمین ولایت قانون و مشکلات جدی دچار شده ایستادند. امروز آنها امکان ندارند که گناهکار یا که جنایتکار را طریق دعوتنامه برای عملی صادر کردهش دعوت نمایند و یا حتی طریق ملیس زوراً به مقامات حفظ حقوق دسترس نمایند و خیش و تباران و جای پند و نصیحت و مجبور کردن برای جوابگری در نزد قانون برعکس طرف گناهکاران گرفته در اجرای ولایت قانون گذراندن کارهای اپراتیوی جستجویی امنیت ایجاد میکنند. امروز وضعیت ولایت مختار کوهستان و بدخشان مخصوصا در شهر خیروخ تشویش‌آور می باشد. از تجربه خود میگم وقتی که ما با همان گمانبران که طلب داریم که ویها آمده در پروکراتور حاضر شوند و همان برای که عملیات های تفتیشاتی را گذراندن هستند، حتی از طرف خود گمانبران خیش و تباران همان در ناخونک دلسوزانشان جای سودا شده ایستاده است. در چنین وضعیت کارمندان خدمت دولتی، مقامات‌های محلی حاکمیت دولتی، زیایان و سالم فکران نباید خود را از واکنش‌ها، کارهای فهماندهی و پروفیلاکتیکی در کنار گیرند. نگویند که ما را به این کار مجبور کرده ایستادند. امروز در مقامات‌های حاکمیت دولتی هزاران نفر کار کرده ایستادند و هر یکی آنها باید در محکوم کردن جنایت و جنایتکاری محدود کردن و پوره از بین بردن حدود تاثیر گروه‌های متشکل جنایتی شامل و فعال باشند که هر یک دخالت، هر یک عمل ما شمایان برای مساعدت کردن وضعیت و تأمین ولایت قانون رول کلیدی خواهد داشت. این فقط همان وقت نتیجه بخش می شود که هر یک ما شمایان خدمتچیان دولتی فعالان و زیایان خودمان با این باوری کنیم. حادثه های طی سالها تکرار به تکرار به بیان آمده شهادت آنند که این ارزش های خیلی هم معمول مردم بدخشان قریب از بین رفتند. در مجلس و معرکه ها قریب که کلانسالان حضور ندارند. حتی در معرکه‌های فرهنگی و اخلاقی که باید جای پند و نصیحت کلانسالان جوانان باشند، عادتاً جوانان و نورسان شرکت ورزیده نسل کلانسال با هر بهانه من الکی پیر شدم، گپ ما امروز به کسی در کار نیست و غیره از آنها کناره‌جویی میکنند. البته جنایت صادرکنی در دیگر گوشه‌های کشورم هست ولی در بدخشان آن متناسباً زیاد است و از همه خفناک آن است که خاراکتر جنایتکاری و فعالیت‌های گروه‌های جنایت پیشه نه فقط وضع اجتماعی بلکه وضع سیاسی را در اینجا خلالدار می‌سازند و کندن این رشته‌ها وظیفه هر یک ما کارمندان مقامات‌های دولتی فعالان زیایان است تا که آرامی و آسایشتگی را
تامین کنیم. البته جای جنایتکار پس پنجره است، لیکن سوال به میان میآمد که ما شمایان چیکار کردیم و امروز هم خود جماعت اشخاص جنایتکار را که برای پیشرفت حیات و آینده فرزندان ممانعت میکنند رد معرکه کنند، نه برعکس. چون که امروز همین گروه های متشکل جنایتی خود بسیار آزاد اسم میکنم. برای چی امروز یکی از اعضاهای فعال این گروه متشکل محمد باقرов تهدید وکیلان دارد و دعوت دارد مردم که ویها رد معرکه کنند. برعکس کنی همان مردم که امروز آمده این جنایتکار را رد معرکه کنند. برای چی امروز همه این اعضاهای گروه متشکل جنایتی با کار رو یعنی خادمان دین خلل می رسونند که همون محیط دو محیط 3 روز در همین میدان مرکزی شهر ایستادگی بودند و حتی خادمان دین نتوانستند یعنی همون محیط ها رو گرفته جای قیامتشان رسانند. برای چی امروز خود همون طالب همون بیکوفم خورسند میرزاروف منور شنبی و دیگرها و حتی شخصی با نام امردین که بیرون از خودش فعالیت امروز ویها معین کرده استودند کی و کی باید با پروکراتور حاضر شود. برای همین از هر کارمند دولتی طلب کرده می شود که کارهای فرماندهی را هنوز هم پرزور نماید. همه چاره ها را اندیشیدن لازم است که مقامات های دولتی ولایت قانون را تامین کرده توانند و خود گناهکاران و جنایتکاران در نزد قانون برای عملهای صادر کردهشان جوابگر شوند.